سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. من رضا الیاس زاده هستم از گروه آموزشی آکولاد. امروز در خدمتتون هستم با آموزش فعل نهی در زبان عربی. این که مثلا فعل نهی چیه، چطور ساخته میشه، همه اینا رو توی ویدیو توضیح خواهم داد، پس با من همراه باشید. خب دوستان، فعل نهی در زبان عربی که درس پنجم و ششم عربی نهم هستش. خب اگر اشتباه نکنم درس پنجم و ششم عربی نهم هستش که ما اینجا یک جا براتون توضیح دادیم. خب ببینیم که اینجا توضیحات چی نوشتیم. میگه در جلسه قبل ما فعل امر رو با هم بررسی کردیم که دستور به انجام دادن کاری میداد. خب اگر ویدیو جلسه قبلی رو ندیدید حتما برید ببینید که فعل امر در زبان عربی رو کامل براتون توضیح دادم. این که مثلا چطور فعل امر ساخته میشه و حالا هر اطلاعاتی که نیاز بود براتون گفتم. پس این ویدیوها رو سعی کنید که به ترتیب ببینید. من هر سری دارم این رو تکرار میکنم. ویدیوها رو به ترتیب و پشت سر هم ببینید. حتی من اینجا شماره گذاری کردم. خب این مبحث 11 ما هستش. حالا یه لحظه اگر برم به فهرستمون ببینید جلسه قبلی فعل امر رو کامل براتون توضیح دادم. این جلسه فعل نهی رو میخوام براتون توضیح بدم. ویدیو شماره 11. حتما یادتون باشه که اینا رو به ترتیب ببینید. حالا اگر پیداشو نکردید به شمارم پیام بدید 0905 801 3019 توی تلگرام، توی شاد، هر کجا که دوست داشتید. روبیکا ایتا به من پیام بدید، لینک ویدیو رو براتون ارسال میکنم اگر نتونستید به ترتیب پیدا کنید. خب حالا بریم پایینتر، مبحث فعل نهی. خب پس ما جلسه قبلی فعل امر رو کامل با هم یاد گرفتیم. این جلسه میخوایم فعل نهی رو یاد بگیریم. فعل امر چی بود؟ فعل امر دستور به انجام دادن کاری میداد. خب دستور به انجام دادن کاری میداد. الان اینجا میخوایم فعل نهی رو با هم بررسی کنیم که فعل نهی دستور به انجام ندادن کاری میده. خب فعل امر انجام دادن، فعل نهی انجام ندادن. خب و در واقع اصطلاح امر و نهی عموما همراه با هم استفاده میشه. حالا اگر توی گفتگوهای روزانه دقت کنید مثلا میگن که فلانی داشت امر و نهی میکرد. خب امر نهی همینا هستن. خب حالا تعریفش رو با هم بخونیم، تعریف کامل ترش رو با هم بخونیم. میگه فعل نهی فعلی است که به کمک آن به کسی یا چیزی دستور میدهیم تا کاری را انجام ندهد. خب مانند مثلا نخور، نرو، نپوش توی فارسی اینا. خب حالا توی عربی هم براتون مثال خواهم زد. اینم از این. بعد یک نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره، جلسه قبلی هم وجود داشت، اینه که فعل امر یا نهی خب در زبان عربی از روی فعل‌های مخاطب دوم شخص مضارع ساخته میشه. خب ببینید اگر من ضمیرها رو به فارسی براتون بنویسم، اگر یه جای خالی پیدا کنم، خب مثلا اینجا دقت کنید، من ضمیرها رو به فارسی می نویسم. من، تو، او، ما، شما، آنها. خب ببینید اینا میشن مفرد، اینا میشن جمع. درسته؟ حالا این که میگیم از روی مخاطب ساخته میشن یعنی چی؟ ببینید اینجا دوم شخص ها میشن مخاطب، یعنی تو و شما. حالا مثلا تو توی عربی میشه انت برای مذکر، انت برای مؤنث. شما هم دیگه 4 حالت وجود داره: جمع مذکر، جمع مؤنث، مثنای مذکر، مثنای مؤنث. مخاطب یعنی چی؟ یعنی اینجا پیش من حضور داشته باشه. یعنی من به کسی که اینجا حضور داره میتونم یه دستوری رو بدم. نمیتونم بگم آنها برید فلان کار رو انجام بدید. آنها که اینجا نیست، درسته؟ ولی خب میتونم بگم شماها برید فلان کار رو انجام بدید. خب پس این که میگه از روی مخاطب ساخته میشه یا همون دوم شخص توی فارسی، اینجا براتون گفتم دوم شخص اینه. این میشه اول، این میشه دوم، این میشه سوم. خب دوم شخص تو یا شما هستش. اوکی، این منظورش همینه. به کسی که اینجا حضور نداره من نمیتونم امر و نهی کنم. خب ولی خب به کسی که اینجا حضور داره میتونم. تموم شد رفت. منظورش همینه که جلسه قبلی هم این رو براتون توضیح داده بودم. خب این از این. پس تا اینجا ما یاد گرفتیم که فعل نهی چیه، این که دستور به انجام ندادن کاری میده، و یاد گرفتیم که فعل امر و نهی رو فقط میشه از روی فعل‌های مخاطب دوم شخص مضارع، نه ماضی. خب فقط مضارع ساخته میشن. حالا یه سوال هم اینجا داریم: چرا نمیتوان از فعل ماضی فعل امر یا نهی ساخت؟
خب ما میگیم از روی مضارع ساخته میشه، مضارع مخاطب. چرا از روی فعل ماضی ساخته نمیشه؟ ببینید زیرا فعل ماضی مربوط به زمان گذشته است خب و کاری را بیان میکنه که انجام آن به اتمام رسیده است، پس نمیتوان از آن فعل امر یا فعل نهی ساخت. فعل ماضی تمام شده رفته، نمیشه ازش فعل امر یا فعل نهی بسازیم. حالا میخوام نحوه ساخت فعل نهی رو براتون توضیح بدم. این قسمت رو قشنگ کامل گوش کنید، به دقت یاد بگیرید، دیگه تموم انگار فعل نهی رو کامل یاد گرفتید. ببینید میگه برای ساخت فعل نهی فقط کافیه حرف لا رو قبل از فعل مضارع مخاطب بیاوریم. خب حرف لا رو مثلا داریم تذهبو، معنیش میشه میروی، این فعل مضارع مخاطب هستش. خب اولش لا میاریم، خب این لا تا اینجا داریم لا تذهبو، درسته؟ بله، اولش که لا آوردم داریم لا تذهبو. بعد از اینکه لا رو قرار دادی آخرش رو نگاه کن، آخرش رو اگر او بود به ساکن تبدیلش کن، اگر نون بود حذفش کن، به جز نون جمع مؤنث که هیچگاه حذف نمیشه. یعنی آخرش خب این شرایط آخرش دقیقا مثل فعل امر هستش، اگر او بود ساکن، اگر نون بود حذف میشه به جز نون جمع مؤنث. دیدید ساختن فعل نه واقعا ساده است، یه لا میذاریم آخرش نگاه میکنیم، اگر او بود به ساکن تبدیل میشه، اگر نون بود حذف میشه به جز نون جمع مؤنث. تموم شد رفت. الان داریم تذهبو، اولش لا گذاشتم آخرش او داره، او به ساکن تبدیل میشه، تذهبو میروی، لا تذهب نرو، داره فعل امر دستور به انجام ندادن کاری میده، لا تذهب نرو. حالا جلوتر مثال های بیشتری هم براتون میزنم. پس اینجا خیلی مهمه نحوه ساخت فعل نه. این رو اگر یادداشت میخواید بکنید یادداشت کنید، اگر میتونید حفظش کنید. خلاصه هر جوری هست این رو یاد بگیرید، خیلی مهمه. خب بریم پایینتر. اینجا هم دوباره مثل بالا که فعل امر رو براتون توضیح داده بودم، اینجا هم فعل نهی رو کامل براتون آوردم. همچنین یک سری حالا نکته هایی که وجود داره جلوتر براتون توضیح خواهم داد. تا آخر ویدیو حتما با من همراه باشید. اگر هم ویدیو براتون مفید بوده لطفا لایک کنید، کامنت بذارید، از ما حمایت کنید. و اینکه حالا ما یک سری نمونه سوالاتی داریم برای پایه 7 تا 9، هر پایه‌ای که باشید دیگه. خب در مورد نمونه سوالات هم آخر ویدیو براتون توضیح خواهم داد. نمونه سوالات ما ویدیو توضیحات هم داره، پس تا آخر ویدیو حتما با من همراه باشید. خب ببینید ما گفتیم که فعل نهی و همچنین فعل امر از روی مخاطب مضارع ساخته میشه. گفتیم چرا از مخاطب ساخته میشه؟ چون به کسی که غایب باشه نمیتونیم دستوری بدیم، خب باید کسی که اینجا حضور داره بهش دستور بدیم. الان اینجا داریم تفعلو، خب ضمیرش میشه انت یعنی تو، اینجا هم ضمیرش میشه انت یعنی تو، با این تفاوت که انت برای مذکر، انت برای مؤنث استفاده میشه. خب انت تفعلو، تو انجام میدهی. خب حالا میخوام بگم انجام نده، باید چیکار کنم؟ میگیم اولش لا میذاریم، لا تفعلو. خب میگیم آخرش هم نگاه میکنیم، اگر او بود به ساکن، اگر نون بود حذف میشه به جز نون جمع مؤنث. خب آخرش او داره به ساکن تبدیل میشه، تفعلو میشه لا تفعل، انجام نده. همچنین این تفعلینه، اولش لا میذاریم آخرش نون داره حذف میشه، جمع مؤنث چه نیست؟ نه مفرد مؤنثه، پس حذف میشه، تفعلینه میشه لا تفعلی، انجام نده. حالا چرا دوتاشون هم توی فارسی یه دونه معنی دارن؟ اگر گفتید چون توی فارسی ما مذکر و مؤنث نداریم، بارها این رو من براتون توضیح دادم. خب حالا ممکنه که مثنای مذکر باشه یا مثنای مؤنث باشه. توی فعل مضارع این شناسه های مثنای مذکر و مثنای مؤنث با هم یکیه، برای هر دو چه مذکر باشه چه مؤنث باشه به یک شکل استفاده میشه. خب تفعلانه، اولش لا میذارم برای اینکه بتونم فعل نهیش رو بسازم، اولش لا میذارم آخرش نون داره، نونش حذف میشه، جمع مؤنث چه نیست؟ نه، پس نونش حذف میشه، تفعلانه میشه لا تفعلا، انجام ندهید، شما دو نفر انجام ندهید. خب حالا برای جمع مذکر تفعلونه، خب ببین دوباره این ببین جمع مذکر، اولش لا میذارم آخرش نون حذف میشه، لا تفعلو، به جاش هم یه دونه الف زیبایی میذارم، ببین لا تفعلو، تموم شد رفت، انجام ندهید. و برای جمع مؤنث که هی میگیم نونش حذف میشه به جز جمع مؤنث، خب این همون جمع مؤنثه. داریم تفعلن، اولش لا میذاریم میشه لا
لا تفعلن. نونش هست میشه نه. چرا؟ چون جمع مؤنثه، یه قاعده و قانونه، نباید نون جمع مؤنث هست بشه. پس تفعلن میشه لا تفعلن، انجام ندهید، جمع مؤنث مخاطب. حالا چرا همه اینا توی فارسی یه دونه معنی داد؟ چون توی فارسی ما مذکر مؤنث نداریم و همچنین مثنا نداریم. خیلی ساده، تموم شد. اینم از این. حالا یه نکته ای وجود داره، ببینید به جز فعل نهی خب ما یه فعل مضارع منفی داریم. خب مخصوصا برای این جمع مؤنث که نونش هست نمیشه خیلی مهمه. ببینید مثلا داریم انجام میدهید، خب یه بار هم هست چی میخوام بگم؟ انجام نمیدهید. این میشه مضارع منفی، درسته؟ انجام نمیدهید. خب این میشه مضارع منفی. خب الان اینجا دقت کن، میگه فرق میان فعل مضارع منفی و فعل نهی را بیابید. وقتی میخوایم یک فعل مضارع رو منفیش کنیم دوباره اولش لا میاریم. خب حالا از کجا بفهمیم که این فعل مضارع منفی یا فعل نهیه؟ اینجا میخوام به این برسیم. خب ببینید لا تجلسو، نمی نشینی. تجلسو یعنی می نشینی، لا تجلسو نمی نشینی. لا تجلس یعنی ننشین. اگر دقت کنید این فعل مضارع منفیه چون آخرش تغییری نداره، ولی این آخرش تغییر کرده، او تبدیل شده به ساکن، پس اینم فعل نهیه. لا تجلسو نمی نشینی، لا تجلس ننشین. لا تذهبون نمی روید، لا تذهبو نروید. این فعل مضارع منفیه. چرا؟ چون آخرش تغییری نداشته، درسته که اولش لا اومده ولی آخرش تغییری نداشته. لا تذهبو نروید فعل نهیه. چرا؟ چون آخرش نونش حذف شده. خب اینم مد نظرتون باشه. حالا لا ترجعی نه، بر نمی گردی، لا ترجعی بر نگرد. اینم آخرش نونش حذف شده، این میشه مضارع منفی، این میشه فعل نهی. خب حالا نکته‌ای که وجود داره اینجاست در مورد فعل جمع مؤنث مخاطب که نونش حذف نمیشد. ببینید این ور میشه مضارع منفی، خب منفی، این ورم میشه نهی. حالا نکته‌ای که وجود داره اینجاست. ببین لا تترکن، رها نمی کنید، لا تترکن رها نکنید. اینا چه دقیقاً این همه. لا تترکن رها نمی کنید، اینجا رها نمی کنید معنی میده. لا تترکن رها نکنید، اینجا تغییری درشون وجود نداره، هر دو این همه. حالا من از کجا باید بفهمم این فعل مضارع منفیه یا فعل نهیه؟ این بالایی از آخرشون میفهمیدم، این مثلا به ساکن تبدیل میشد، این نونش هست میشد، از آخرشون میفهمیدم. ولی در مورد جمع مؤنث مخاطب هر دو دقیقاً این همه. پس من چیکار کنم؟ توضیحش رو اینجا براتون نوشتم. ببینید فرق فعل مضارع منفی و فعل نهی. مضارع منفی و فعل نهی. میگه با دقت در آخر فعل مضارع منفی و نهی، خب به آخرشون وقتی توجه میکنیم متوجه میشیم که آخر فعل نهی تغییر میکنن. این مثلا نونش هست میشه تبدیل به ساکن میشه. خب من از اینجا متوجه میشم. اما آخر فعل مضارع منفی بدون تغییر باقی مانده است، بدون تغییره. این فعل مضارع منفی اینا آخرشون تغییری نداشته به جز جمع مؤنث مخاطب. خب حالا میگه با دقت در فعل‌های مضارع منفی، یعنی این قسمت لا تترکن، خب و نهی جمع مؤنث، خب فعل مضارع منفی و نهیش متوجه میشیم که دقیقاً عین همه. خب حالا باید چیکار کنیم؟ میگه ترجمه آنها باید با توجه به جمله انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی با توجه به جمله من باید متوجه بشم که حالا منظور از این لا تترکن رها نمی‌کنید یا رها نکنید. با توجه به جمله متوجه بشم. اینا هیچ فرقی با هم ندارن. اینم از مضارع منفی و فعل نهی که سعی کردم کامل براتون توضیح
توضیح بدم. حالا امیدوارم که کاملا یاد گرفته باشید. حالا توی این صفحه دوباره چند تا مثال هم براتون آوردم با ضمیرشون. انت، تو، انت، تو، با این تفاوت که انت برای مذکر، انت برای مؤنث. همشون هم دوم شخصن، دوم شخص مفرد. خب این پایینی‌ها هم دوم شخص جمع. خب انت تذهب، تو میروی. اگر بخوام فعل نهیش رو بسازم میگم تذهب، اولش لا میذارم، آخرش او تبدیل به ساکن میشه. لا تذهب، نرو، تموم شد. تذهبینه، اولش لا میذارم، آخرش نون هست میشه. لا تذهبی، نرو، تموم شد. در مورد مثنای مذکر و مثنای مؤنث هر دو به یک شکل، هم ضمیرهاشون هم شناسه هاشون. خب انتما، شما دو نفر. ببینید اینجا دو تا دختر، اینجا دو تا پسر، هر دو به یک شکل. تذهبانه، اگر بخوام فعل نهیش رو بسازم اولش لا، آخرش هم نونش هست میشه. تذهبانه میشه لا تذهبا. تذهبونه که ضمیرش میشه انتم یعنی شما، برای پسرها به کار میره، برای مذکر به کار میره. خب انتم تذهبونه، شما میروید. تذهبونه اولش لا میذارم، آخرش نون هست میشه، به جای اینم یه الف زیبایی میذارم. لا تذهبو، نروید. خب و جمع مؤنث، ببینید جمع مؤنث نونش هست نمیشه، انتون نمیشه ضمیرش، تذهبنه اولش لا میاد، آخرش هم نون هست نمیشه. لا تذهبنه، تموم شد. میروید، نروید، تموم شد. دو تا هم جمله از کتابتون آوردم. میگه لا تیأس، ناامید نشو، فعل نهیه. خب ناامید نشو من رحمت الله، از رحمت خدا. خب و دومی میگه لا تربدو، یعنی نخوابید، دراز نکشید. تحت الشجر فی الليل، زیر درخت شبها. میگه شبها زیر درخت نخوابید، دراز نکشید. این هم فعل نهی. خب دوستان جلسمون تقریبا تموم شده، ولی خب ویدیو رو استاپ نکنید. میخوام در مورد اون نمونه سوالات که گفتم براتون توضیح بدم. ببینید من اینجا سعی کردم فعل نهی رو هم کامل براتون توضیح بدم. این نحوه ساختنش خیلی مهم بود. اینجا گفتم یادداشت کنید، خلاصه هر جوری هست یاد بگیرید. و اینکه مثال‌های زیادی هم براتون کار کردم. فرق فعل مضارع منفی و فعل نهی رو هم براتون سعی کردم کامل توضیح بدم. امیدوارم که یاد گرفته باشید. ببینید دوستان اگر این جزوه‌ای که اگر این پی دی افی که من دارم از روش تدریس میکنم رو بخواید، خب اگر دقت کنید من برم اول، ما از پایه هفتم، ببینید قواعد متوسطه اول یعنی هفتم، هشتم، نهم. خب ما از پایه هفتم تا پایه نهم سعی کردیم قواعد رو به صورت کاملا مفید و کامل و جامع اینجا بیاریم. اینجا دقت کنید همون جزوه قواعد کلی رو داریم، 40 صفحه هستش از پایه هفتم تا پایه نهم. اگر اینو بخواید، یا مثلا جزوه قواعد مخصوص به پایه هفتم رو بخواید، یا مثلا مخصوص به پایه هشتم رو بخواید، یا پایه نهم رو بخواید، یا مثلا نمونه سوال با ویدیو توضیحات پایه نهم برای نوبت اول یا برای نوبت دوم. نمونه سوالات ما مثلا اینجا نمونه سوال نوبت اول عربی نهم. ببینید یک سری نمونه سوالات جمع آوری کردیم، در قالب ویدیو هم کامل توضیح دادیم. خب خیلی نمونه سوالات کامل و مفیدی هستن. خب حالا یک سری از این ویدیوهای ما مثل همین ویدیو که دارید میبینید رایگان توی اینترنت هست، میتونید ببینید. و یک سری از ویدیوهامون هم مثل همین نمونه سوالات و اینا. خب البته این نمونه سوالات هم پی دی اف داره هم ویدیو داره. یکم هزینه داره، چون حالا ما هم داریم اینجا زحمت میکشیم، کار میکنیم، جمع آوری اینا کلی زمان میبره و شغل ماست دیگه. خب یه هزینه کمی داره. هر کدوم از اینا رو خواستید، مثلا یه چی پایه نهم نمونه سوال نوبت اول میخواد یا نمونه سوال نوبت دوم میخواد، خب میتونید به این شماره تلفن های ما 0905 801 3019 یا این شماره تلفن 0901 481 8061 توی شبکه‌های اجتماعی مثل روبیکا یا تلگرام، اگر این دوتا رو نداشتید مثلا توی ایتا، شاد، هر کجا که دوست داشتید، سروش، واتساپ، به ما پیام بدید. با هزینه کمی هر کدوم از این موارد رو خواستید براتون ارسال می‌کنیم. هزینه‌مون هم واقعا پایینه، در حد خرید مثلا 1 کیلو میوه تا این حد هزینه‌مون پایینه. اگر خواستید حتما به ما مراجعه کنید. و اینکه حالا ما یک سری برنامه‌های کمک آموزشی هم داریم، کمک درسی. خب اگر بازار یا مارکت توی گوشیتون نصب باشه، من اینجا با ماوس هم کار کنم که این اشاره جرش دیده بشه. خب توی قسمت سرچ بازار اینهاش بازار، خب یا مارکت دیگه، مارکت هم که اکثرا توی گوشیتون نصب دارید. توی قسمت سرچ بازار مثلا بنویسید عربی نهم. ما عربی هفتم داریم، هشتم داریم، نهم داریم، دهم داریم، تا پای 12 خواهیم داشت. خب همین اولین برنامه که براتون میاره، اگر روش کلیک کنید، خب دقت کنید نوشته باشه گروه آموزشی آکولاد. برنامه خود ما رو دانلود کنید. تا لحظه ضبط این ویدیو 20000 هم
دانلود داره. حالا این برنامه چه مزیت‌هایی داره؟ ببینید لغات هر درس، نمیدونم ترجمه ها، تلفظ ها، معنی ها، نمیدونم حالا ترجمه چمون میشه معنی، جواب تمرین ها، همه چی رو داره. ما خودمون فایل صوتی ضبط کردیم داخل برنامه قرار دادیم برای کسانی که توی تلفظ مشکل دارن، آزمون تستی داره. کلا خیلی کامله. اگر خواستید این برنامه ها رو هم دانلود کنید. برای انگلیسی هم داریم. خب حالا هم اگر نتونستید پیداش کنید دوباره به همین شماره تلفن ها پیام بدید، لینک براتون ارسال میکنیم. خب ویدیو جلسه بعدی رو هم حتما ببینید که ترکیب وصفی و ترکیب اضافی رو براتون توضیح خواهم داد. ممنون که با من همراه بودید. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. مرسی از شما. فعلا خدا نگهدار.